به نام و یاد خداوند متعال. بیننده محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان گرامی، بازم شما را خوش آمدید میگم به دیدن ویدیو از سرک پل ساخته الی پل سرخ و قسمی که شما اینجا میبینید پل است و فعلا هم سومین ترچه ای پل در اینجا انتقال دادن. فعلا چهارمیش هم نزدیک کردن و قرار است که چهارمی را هم در بالای پل بگذارن. بیننده عزیز، دو روز قبل که برایتان ویدیو تهیه کرده بودیم از این قسمت تنها دو دانه از این ترچه ها را بالای پل جابجا کرده بودن و امروز آمدیم در اینجا سومین ترچه بالای پل گذاشته شده و این قسمی که شما میبینید چهارمیش است، نزدیک شده است و این را انتقال میتن و جابجا میکنن به این طرف پل. خب دوستان عزیز و هموطنان گرامی، یک چیز برایتان بگم که بازم تشکر از کلتان، از تمام عزیزانی که چینل را سابسکرایب کردن، ویدیو را لایک میکنن و کامنت و کدام گفتنی دارن با ما شریک میسازن. ما خوشحال میشیم شما ما را حمایت کنید تا ما بازم خدمت شما قرار بگیریم و بهترین ویدیوها را تقدیم شما بکنیم. باز میگیم از عزیزانی که تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردن، ویدیو را دیدین، ما خوشحال میشیم یک سابسکرایب بکنید، لایک ویدیوها زیاد تا نرود و شما هستین که ما تشویق میشویم و بازم برایتان بهترین ویدیوها را پست خواهیم کرد. و بازم یک چند نکته دیگر را برایتان عرض بکنم که قسمی که در ویدیوهای قبلی هم گفته بودیم و تعداد 8 دانه از این ترچه ها وجود داره که 3 تایش بالای پل گذاشته شده است و 4 هم نزدیک کردن. قرار است امروز یا فردا بالای پل گذاشته شود و 4 تای دیگه باقی مانده است. انشاءالله در جریان همین ماه مبارک رمضان انشاءالله کارهای ادامه دارد و ترچه های باقی مانده بالای پل قرار خواهد گرفت و بعد از اینکه اونها اینجا آورده شدن ما شاهد ساخت مکمل پل خواهیم بود و اگر خدا با ما بود و عمری باقی بود بازم برایتان از مراحل اولی تا انتهای از این پل که ساخته می شود برایتان ویدیو تهیه خواهیم کرد و همچنان از قسمت هایی که ریزی سرک مانده است از امی پل به او طرف به طرف پل سرخ ریزی باقی مانده است و این طرف پل هم یک قسمتش ریزی و جویای دو طرف پل یک کم و بیش باقی مانده است. از اون ناحیه هم برایتان ویدیو تهیه خواهیم کرد. خب بیننده محترم، شما ادامه ویدیو را ببینید و ما هم از بعض جاهای دیگه هم برایتان ویدیو خواهیم گرفت تا اینکه ما بازم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به خدای کریم سپرده. شب روزتان بخیر، خوش و آرام باشید. خدا حافظ و ناصرتان باد. اندازه ترکا پخته‌پزی نخواد داشته باشد. آن زیر بخید سر ترکی
Gracias.